سید انور سادات نامزد وزیر کار و امور اجتماعی به روز دوشنبه در این نشست که برای امضای توافقنامه کمک‌های 10 میلیون دلاری کره جنوبی به افغانستان برگزار شده بود، گفت که بر بنیاد فرمان رئیس جمهور وزارتخانه‌ها نمی‌توانند به هماهنگی و در میان گذاشتن ریاست جمهوری موافقتنامه‌ها را با نهادهای خارجی برای کمک به افغانستان امضا کنند و این موافقتنامه‌ها پس از تایید از سوی کبیر ساخل مشاور رئیس جمهور در امور حقوقی به امضا می‌رسند. این موافقتنامه را به مشاورت ارشد حقوقی مقام عالی ریاست جمهوری قبلا فرستادیم و مشاوره های ایشان را اخذ کردیم. اما شماری از قانونگذاران در مجلس نمایندگان این کار رئیس جمهور را انحصار قدرت می‌دانند. ایجاد مشاوریت حقوقی یا زیر تاثیر قرار دادن وزارتخانه‌ها که نهادهای قانونی کشور هستند در تضاد با قانون هست و همین قسمی که در گذشته هم تجربه کردیم بیشترین مواد قانونی اساسی توسط حکمای آقای غنی نقض شده. قبلا هم ریاست جمهوری خواسته بودن قدرت انحصار کنند در ریاست جمهوری که خلاف قانون بود، تجربه خوبی در افغانستان نبود. حالی هم اگر به می کار خودان ادامه بده ما بازم 5 سال آینده را به می تجربه خوب نمی داشته باشیم. در همین حال ریاست جمهوری میگوید که تمامی نهادها بر بنیاد قانون کارهایشان را انجام میدهند. بر اساس قوانین هر نهاد صلاحیت وظیفوی و با او حدود کاری خود مشخص داره. یک اداره صلاحیت اداره دیگر گرفته باشه این قابل پذیرش نیست و ما این نمیپذیریم، این درست نیست. پیش از این نیز گزارش‌هایی از ایجاد نهادهای موازی و دادن صلاحیت‌های بیشتر از سوی رئیس جمهور به مشاورانش مانند شاد محمد سرگند پخش شدند و این برخوردها سبب شده تا حکومت متهم به انحصار قدرت در ارگ شود.